سلام دوستان عزیز، اولین پارت من در مقابل دوچرخه عزیز اومدیم که هم اینی که ببینید چسباش خیلی نامرتبه و این چراغ رو بچسبونیم شلو میکنیم. از اونجایی که 3 بار در این ویدیو رو از اول میگیریم، من این چسب رو الان خیلی وقت دارم. حالا مجبور بودی بگی؟ نه آره، خاطر اینکه 3 بار کات کردیم. و به خاطر اینکه وسط ویدیو گفتی کات کن. چون که فوش میدادی. هر موقع کانال زدی خودت با گوشی خودت اونجا فوش بده. دیدم انگوش رفت جلو دوربین. مهم نیست، فقط فوش نده. من بعد ویدیو تو رو کار دارم. یا کجا میگیری؟ بچه ها دوربین فوکوس میکنه. آره فوکوس نمیکنه، فوکوس کرد. اومد فوکوس کنه، فوکوس کرد. نه دکلاره کنه، دکلاره کرد. خب بچه ها میریم واسه اولیش. بچه ها اونجایی که میبینید 3 تاه این نوراش. تازه نگفتم که نور آبی انگشت تو بردار. انگشتم که باید تو کار باشه. خب اینم چسبید. به خاطر این سیم ترمز اونم تو یک ویدیو دیگه واسه تو میذاریم. تیر ترمز بذاره مار نزد. خب از اونجایی که الان ما جلو رو زدیم، یعنی میگم عقب رو زدیم، میریم سراغ جلو. این جلو. خب بچه ها وسیله هامون اینه، چاقو و چسب لنت. الان هم در کنار فیلم بردار میشینیم. دستت جلو چش منه. چی؟ دستت جلو چش منه. دسته رو چرخه. فیلم بردار بعدی از خونه اومد بیرون. یه ساکت باشه، من دستشو میبوسم. نرینی نگران نباش. خب بچه ها صدا میاد تو دوربین داداش، نگران نباش. بچه ها این اون یکی فیلم بردانه که خیلی کوچیکه با کله تاسش. اینجا رو بگیر تو، چرخو نگیر، اینجا رو بگیر. اینجا رو ادیت کنه تو. نمیخواد حرف بزنی، من هر کاری بخوام میکنم. ادیتور هم نداریم. ادیتور چرا هست آجیم؟ درست شد. فقط که از اینجا نگیرم، منم بگیر. چهره به این پولداری. بچه اولین ویدیوی ما فقط ویدیو شورت گذاشتیم. ما یه دونه ویدیو شورت دارم 2 تا که باحال نیست. یه دونه آها 2 تا یه دونه شو که تو با توپ بسکتبال با ما حرف زدی. یه دونش هم که رونالدو گذاشتی. آره رونالدو. یه دونش هم که گفتیم اولین ویدیومو گذاشتم. پس شد 3 تا. آره بچه فیلم بردار ما چیز ما هم هستش. چی بود اسمش؟ همسایه. نه همسایه که میدونم، همه همسایه‌مونی. فقط این چاقو رو به من داده عزیزم. بردار بابا. دستتو برمیداری؟ تو داری حرف بزنی اصلا. بچه اونجایی که دوچرخه هم داره خط میفته یا ابوالفضل داشت میرفت سمت جایی که نباید بره. حتی چیز کنم؟ چی؟ با یه کاتریز برمیگردیم؟ نه بریم با یه کاتریز برگردیم. چسبا رو تو باز کنی؟ 1 2 1. بچه ها چسبا رو کندیم. اینم با کتابیه. چند ولتمونه؟ 9 ولته. خب با چسب داش مری باخ درستش میکنیم. داش مری باخ. دستتو نیار تو دوربین. تو فقط یکی از اون پشت صحنه میاد کمک ما. بچه ها همه صدای من اگه شنیدید یه لایک اون پایین بذارید. فکر کنم فیلم بردار کله تاس ما اومده کمکمون که نیومده کمکمون، در اصل داره فیلم میگیره واسه خودش.
چون من آرزوشم، یعنی اون من انقدر دوست داره که میده من بوسش کنم. فقط این کله میداده حرف میزن. کله تاس بچه رو نشون بده. نمیخوام میخواد صداته بشنوه. امیرسا فاز ورننده فازت میکنم، چسب. فاز مترت میکنم. چسب لنتش تموم شد. تموم نشده. از پشت صحنه که یعنی زر میزنم یکم از اون چسبایی که کندیم داریم هنوز. ارسلان ببخشید. آفرین. تو پشت ما چیکار میکنی؟ فیلم بردار کله تاس. قشنگ شد یا نه؟ خب بچه پارت بعدی از این قسمت صندلی که خراب آهنش ویدیو میگیریم. بعدش هم از سیم ترمز که در اومده. اینها سیم ترمز. همین الان ویدیو رو لایک کنید، سابمون هم کنید. دمتون گرم. خداحافظ.